حمله 11 سپتامبر آغازگر جنگی شد که 20 سال طول کشید. هدف اولیه نابودی القاعده و سقوط طالبان. پس از 20 سال جنگ، همان حکومتی که در ابتدا سرنگون شده بود بازگشت. خلأ قدرت زمینه ظهور یکی از خطرناکترین گروه‌های تروریستی جهان شد. لیبی پس از سقوط قذافی وارد دوره‌ای از فروپاشی طولانی شد. با وجود شکست داعش، سوریه همچنان تکه‌پاره و ناپایدار است. بیست و هشت فوریه 2026 عملیات مشترک نظامی آمریکا و اسرائیل با حملات هوایی و موشکی به چند شهر و تأسیسات در ایران آغاز شد. در روز اول این عملیات علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی کشته شد. اهداف این حملات تأسیسات برنامه هسته‌ای ایران، مراکز فرماندهی نظامی، پایگاه‌های موشک بالستیک و برخی انبارهای سوخت و تأسیسات انرژی در شهرهایی مثل تهران. شلیک موشک و پهپاد به سمت اسرائیل، برخی کشورهای منطقه و پایگاه‌های آمریکا همه هدف حملات یا هشدارهای ایران قرار گرفته است. مرگ هزاران نفر در ایران گزارش شده است. در این میان کشته شدن دانش آموزان بین سنین 7 تا 12 سال در دبستان شجره طیبه در مینا بسیار جانگداز بود.
از مجموع 168 غیر نظامی که در اثر حملات موشکی آمریکا به این دبستان کشته شدند، 66 دانش آموز پسر، 54 دانش آموز دختر، 26 معلم زن و 4 نفر از والدین وجود دارند. حملات به انبارهای سوخت و زیرساختها باعث آتش سوزی و خسارات شهری بسیار شده است. جنگ هنوز در حال گسترش در منطقه است. 4 مداخله، 4 نتیجه مشابه: فروپاشی ساختارهای سیاسی، خلأ قدرت، جنگ‌های داخلی، تداوم افراط‌گرایی و هزینه‌ای که مردم پرداختند. 4 کشور، 4 جنگ، 1 الگو. مداخله نظامی آمریکا هرچند با شعار حمایت یا مبارزه با ترور آغاز شد، اما نتیجه در همه جا مشابه بود: فروپاشی ساختارهای سیاسی، خلأ قدرت، ظهور گروه‌های افراطی و بی‌ثباتی طولانی مدت. جنگ شاید دولت‌ها را تغییر دهد، اما برای ساختن آینده تنها چیزی که مردم لازم دارند صلحی است که کسی برایشان برمغان نیاورد، صلحی که خودشان بسازند. این فیلم داستان آمریکا نیست، داستان کشورهایی است که جنگ آینده آنها را دزدید.